چه پای باری تایپ اون پسرای خفنه که خودشون میدونن داستان از چه قراره. مچ پای کلفتم تایپ خپلای چاق ته باره. نه خاله جان، به من اجازه بده من اینو قبول نکنم. من فیلمشو میذارم ببین، جنبندی خودمم آخر کلیپ. پیامبر گرامی اسلام برای خواستگاری اون خانومه که فرستادن فرمودن پاشنه پای عروس رو دقت کن. پاشنه نقطه مرتبط با کجاست؟ ناحیه جنسیه. من مؤدبانه ترجمه بکنم که حالا با فضای جلسه مناسب باشه. هر چی پاشنه پهن‌تر، کانال رحمی و فرزند آوری چجوری بهتر، هر چی گوشتش بیشتر فلان مسائل نمیدونم بهتر. ببینید حاج آقا تو اونجا هم تو معذورات بود، قشنگ نمیتونست توضیح بده. من حالا براتون یه طوری توضیح میدم که قابل درک‌تر باشه. یه کسی که انقدر پاشنه پا داره، خب یه عاطفه واسه خودش، یعنی کار هر کسی نیست با این رو تشک یخم دخم کنه، یعنی یه تا خردول خاینه، یک بزرگ میخواد. کسی که عاطفه است، یه مچ پای انقدر داره، مثلا یه میخائیل لوپز میخواد، کشتیگیر کوبایی همه میشناسینش دیگه. اما کسی که پاشنه پای کوچیک داره، یک کوسه موش داره، این مثلا جردن باروز کفایت میکنه براش. حالا خاله جان مچ پا و پاشنه رو نشون بده ببینیم رو تشک برای تو باید لوپز بیاد یا جردن باروز.